سلام به همگی. امروز می‌خوایم با هم یه حکایت قدیمی و خیلی هوشمندانه ایرانی رو مرور کنیم. داستانی در مورد یه پادشاه، یه حکیم دانا و یه فریب زیرکانه‌ای که در نهایت جون یه نفر رو نجات میده. این داستان به ما نشون میده که ذهن ما گاهی وقتا قوی‌ترین داروییه که در اختیار داریم. خب، بیایید با یه سوال عجیب شروع کنیم. چطور ممکنه یه حکم اعدام باعث نجات زندگی بشه؟ این تناقض دقیقاً قلب داستان ماست و قرار ما رو با یه استراتژی روانشناختی فوق‌العاده آشنا کنه. خب، همه چیز از اینجا شروع میشه. یه پادشاه قدرتمند که به یه بیماری مرموز و عجیب مبتلا شده بود. مریضی که روز به روز داشت ضعیف‌ترش میکرد و هیچ کدوم از پزشکای دربار هم نمیتونستن درمونش کنن. میدونید مشکل اصلی پادشاه خیلی ساده‌تر از این حرفا بود. پرخوری، شکم بزرگش و بدنی که کاملاً تعادلش رو از دست داده بود، همش نتیجه یه عادت بد بود. یعنی بیماریش از بیرون نیومده بود، بلکه از درون خودش و عادتهای مخربش نشأت می‌گرفت. تو همین اوضاع ناامید کننده، یه مرد دانا، یه حکیم رو به دربار میارن. حکیم بعد از معاینه یه تشخیص خیلی تکان دهنده میده. رو میکنه به پادشاه و میگه شما فقط 40 روز دیگه زنده میمونید. خب این پیشبینی وحشتناک همه چیز رو زیر و رو کرد. حالا میرسیم به بخش هیجان انگیز ماجرا. استراتژی بظاهر مرگبار حکیم. این پیشبینی اون یه زنجیره‌ای از اتفاقات رو به راه انداخت که هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد و زندگی پادشاه رو کاملاً تغییر داد. خب واکنش پادشاه چی بود؟ مشخصه، به شدت عصبانی شد و فوراً دستور داد حکیم رو زندانی کنن. اما یه اتفاقی افتاد. ترس از مرگ مثل خوره به جونش افتاد و کاری کرد که دیگه میلی به غذا نداشته باشه. روز به روز از شدت غم و غصه لاغرتر و لاغرتر می شد. و قسمت شگفت‌انگیزش اینجاست. روز 40 پادشاه جلوی آینه ایستاد و دید که کاملاً سالم و سرحاله. حالا که پادشاه کاملاً خوب شده بود، فکر می‌کرد که حکیم بهش دروغ گفته و قصد فریبش رو داشته. پس دستور داد که اون رو برای اعدام حاضر کنن. این لحظه رویارویی همون جاییه که راز سلامتی پادشاه فاش میشه. وقتی حکیم رو برای اجرای حکم آوردن، اون با یه آرامش عجیبی به پادشاه نگاه کرد و گفت بهبودی شما نتیجه تدبیر من بود. این جمله پادشاه رو در بهت و حیرت فرو برد. نقشه درخشان حکیم این بود. به پادشاه توضیح داد که بیماری شما پرخوری بود. من با ایجاد ترس از مرگ کاری کردم که شما اشتهاتون رو از دست بدید و کمتر بخورید. نتیجهش چی شد؟ بدنتون سبک شد و دوباره به تعادل رسید. در واقع درمانش دارو نبود، بلکه یه تغییر اساسی توی ذهنیت و عادتهای پادشاه بود. پادشاه که از این همه حکمت و هوش شگفت زده شده بود، خیلی خوشحال شد و به جای اینکه حکیم رو اعدام کنه، بهش کلی پاداش و خلعت بخشید. اون تازه فهمیده بود که خرد واقعی گاهی فراتر از درمانهای معمولیه. خب، حالا بیایید یه قدم از خود داستان فراتر بریم و به معنای عمیق و استعاری اون بپردازیم. معنایی که شاعر بزرگ ما مولوی به زیباترین شکل ممکن اون رو برای ما باز میکنه. کلید درک تفسیر مولوی از این داستان تو این عدده 3000. اما 3000 تو چی؟ این عدد واقعا به چه چیزی اشاره داره؟ مولوی میگه در وجود هر کدوم از ما 3000 تا مار هست. البته که منظور از مار امیال نفسانی، شهوتها و عادتهای کنترل نشده‌مونه. دقیقاً مثل همون عادت پرخوری پادشاه. و اینجا مولوی یه جور ریاضیات معنوی خیلی جالب رو مطرح میکنه. میگه اگه یه لقمه کمتر بخوری، 1000 تا از این مارهای درونتو میمیرن. اگه 2 لقمه کمتر بخوری، 2000 تاشون از بین میرن. اما حواستون باشه، اگه فقط یه لقمه بیشتر بخوری، 1000 تا مار که خوابیده بودن دوباره بیدار میشن. این نشون میده که انضباط شخصی حتی تو کوچکترین کارها چه تأثیر عظیم و شگفت‌انگیزی روی درون ما داره. خیلی خوب، این حکایت باستانی و این تفسیر عمیق چه ربطی به زندگی امروز من و شما داره؟ بیایید ببینیم چه درس‌های کاربردی میتونیم ازش برای زندگی خودمون بگیریم. میشه گفت نکات کلیدی اینها هستن. اول اینکه ذهنیت ما یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای تغییره.
دوم، خیلی از بیماری‌های واقعی ما از عادت‌های روزمره‌مون سرچشمه می‌گیرن. سوم، کارهای کوچیک منضبطانه نتایج خیلی خیلی بزرگی دارن. و در نهایت گاهی وقتای محرک قوی، حتی چیزی مثل ترس میتونه باعث یه تحول عمیق توی زندگی ما بشه. و حالا سوال نهایی برای تک تک ما اینه: شما در حال رام کردن کدوم یکی از مارهای درون خودتون هستید؟ این حکایت بهمون یادآوری میکنه که قدرت کنترل و ایجاد تعادل در نهایت در دستان خود ماست. از اینکه همراه بودید سپاسگزارم.